یه چیزی هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده بود. مدت‌ها نمیفهمیدم چرا خدا جواب دعاهامو نمیده، در حالی که تو کتاب مقدس خیلی واضح گفته صدام کن من جواب تو میدم. ولی با خودم میگفتم خدایا چرا من دارم صدات میکنم ولی تو جواب نمیدی؟ تا اینکه داستان موسی رو خوندم. وقتی که کنار دریای سرخ گیر افتاده بودن، جلوشون یه دریا که رد شدن ازش غیر ممکن بود، پشت سرشون هم لشکر مصر. موسی رو کرد به خدا و گفت خدایا کمکم کن، چیکار باید بکنم؟ و اونجا خدا سخنی بسیار جالب به موسی گفت. خدا گفت موسی چرا نزد من فریاد میزنی؟ برو، چرا نزد من فریاد میزنی؟ به قوم بگو که به سوی دریا حرکت کنم. به قوم بگو که به سوی دریا حرکت کنم. و درست همون لحظه که قوم اسرائیل قدم به سوی دریا برداشتن، دریا به دو نیمه شکافته شد. معجزه قبل قدم نبود، معجزه به خاطر قدم اومد. اونجا بود که فهمیدم و با خودم گفتم خدایا چه راز عجیبی در اینه. اونجا فهمیدم که ایمان یعنی این که صبر نکنی همه چی عوض بشه بعد حرکت کنی. ایمان یعنی حرکت کنی و بعد ببینی چطور همه چی عوض میشه.